إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. غم و اندوه با پیامبر صلی الله علیه وسلم روز تا روز سخت‌تر می‌شد. در یکی از شب‌ها که آن شب برای این امت فراموش نشونده است، پیامبر صلی الله علیه وسلم نماز خفتن را خواند. سپس به خانه ام هانی رفت و آنجا خواب کرد. در همان شب جبرئیل علیه السلام آمده او را از خواب بیدار کرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم از جایش خیست و از خانه ام هانی بیرون شد. همراه با جبرئیل علیه السلام می‌رفت. میگوید یک حیوانی بزرگی را دیدم. حیوانی عجیبی بود. بال داشت. این همان جانوری است که پیامبران را میبرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم با آن سوار شد. نام آن براق است. در همان شب با براق به سوی بیت المقدس رفت. چه رحلتی بزرگی بود. چه خوش رحلتی زیبایی. در آن براق بهترین مخلوقات همراه با جبرئیل علیه السلام میرفت. در راه کاروانی را دیدند و بسیار کارهای عجیب و غریبی را دیدند تا اینکه به بیت المقدس رسیدند. اهل مکه همه در خواب بودند. کسی از این حال خبر نداشت. وقتا به بیت المقدس رسیدند، اولین چیزی که آنجا دید ابراهیم خلیل بود. میگوید او به این دوستی شما سخت مانند بود، یعنی به پیامبر صلی الله علیه وسلم. و موسی علیه السلام را دید. او را وصف کرده چنین میگوید: مردی قد بلند و گندم رنگ بود، روی گرد و کمگوشتی داشت، به مردان قبیله شنوا مانند بود. و عیسی علیه السلام را دید. مردی سرخ پوستی بود، نه قدی پست و نه قدی بلند داشت، مویهای کشاده داشت. عروه ابن مسعود ثقفی به او سخت مانند بود. در آن زمینی با برکت در میان تمام پیامبران پیامبر صلی الله علیه وسلم امامتی کرد. وقتا که نماز را خواند، برایش دو ظرفی را آوردند، ظرفی از شیر و دیگری از شراب. پیامبر صلی الله علیه وسلم ظرف شیردار را اختیار کرد. جبرئیل علیه السلام با او گفت: هدایت یافتی و امتی تو هدایت یافت. اگر شراب را می نوشیدی تو و امتت گمراه می شدید. سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم به سوی جاگهش در خانه ام هانی برگشت و باز آن شب را خواب کرد. وقتا که صبح شد این خبر را به ام هانی گفت: من این شب رفتم و در بیت المقدس نماز خوانده آمدم. ام هانی گفت: این خبر را به کسی نگو. اگر به آنها بگویی تو را دروغ میبرارند و آزارت میدهند. گفت: به خدا سوگند که به آنها میگویم. و در آن صبح اهل قریش را ندا کرد و آنها را گفت: او در بیت المقدس همراه با پیامبران نماز خوانده است. این یک فرصتی برای مشرکان بود. بین مردم آوازه را پهن کردند. گفتند: کاروانها در یک ماه به بیت المقدس میروند و در یک ماه باز میگردند. این دوستی شما میگوید که او در یک ساعت رفته آنجا نماز خوانده برگشته است. حتی آنهایی که ایمانشان ضعیف بود در دینشان شک کردند. شاید بعضی ها از دین گشته بودند. و نزد دوستش ابوبکر رفتند و با او گفتند: این دوستی تو گمان میکند که به بیت المقدس رفته و آنجا نماز خوانده برگشته است در یک ساعت. ابوبکر به آرامی گفت: اگر او این را گفته باشد راست گفته است. او نزد من نشسته است و برایش از آسمان خبر می آید و من این را تصدیق می کنم. آیا مگر اینش را رد کنم؟ و خداوند درباره ابوبکر این آیه را نازل کرد: والذي جاء بالصدق يعني رسول الله وصدق به يعني أبو بكر أولئك هم المتقون. تا مشرکان در اطراف پیامبر صلی الله علیه وسلم جمع شدند و ابوبکر نیز آنجا بود، گفتند: این چی گپ است؟ تو چی ها میگویی؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم که پیش از این بیت المقدس را ندیده بود به آنها گفت: به شما بیت المقدس را وصف میکنم. بعضی از آنها بیت المقدس را دیده بود. پیامبر صلی الله علیه وسلم بیت المقدس را وجب با وجب به آنها وصف میکرد. میگوید: بیت المقدس برایم برداشته شد گویا که من آن را میبینم. هرگاه چیزی میگفت ابوبکر میگفت: راست گفتی، راست گفتی. برای این کارش پیامبر صلی الله علیه وسلم با او گفت: تو صدیق این امت هستی، تو صدیق این امت هستی. مشرکان باز هم باور نمی کردند. گفت: من کاروانی را در راه دیدم و آن کاروان را با پررگی با آنها وصف کرد و گفت: در فلان روز به اینجا می رسد. وقتا که آن روزی گفته پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد، مشرکان منتظر شدند.
آن کاروان به آن وصفی که پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده بود به مکه درآمد. اینجا مؤمنان را ایمانشان زیاد شد و اما مشرکان را کفر و بدبینیشان نسبت به پیامبر صلی الله علیه و سلم زیاد شد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پیامبر صلی الله علیه وسلم به آسمان های بالا برده شد. جبرئیل علیه السلام هم سفرش بود. معراج را دید. هیچ چیزی از آن زیباتر نبود. با آن پیامبر صلی الله علیه وسلم از زمین به سوی آسمان ها برآمد. هر آسمانی برای خود محافظ داشت. فرشته ها آن را محافظت می کردند. وقتا به آسمان اول رسیدند، فرشته ای گفت کیستید؟ گفت من جبرئیلم. گفت همراهت کیست؟ گفت محمد. فرشته گفت آیا برای همین فرستاده شده ای؟ گفت آره، دری آسمان گشاده شد. برای کی؟ برای پیامبر صلی الله علیه و سلم. این چی جایگاهی است که در زنده بودنش آسمان برایش گشاده شد؟ وقتا به آسمان دنیا یعنی به آسمان اول در آمد، مردی را دید که نشسته است. هر روحی که گرفته می شد به نزد او می آوردند. وقتا که روح مؤمن را می دید شاد می شد. وقتا روح ناپاک کافر را می دید غمگین می شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم به جبرئیل گفت او کیست؟ گفت این پدرت آدم علیه السلام است. پیامبر صلی الله علیه و سلم به او سلام داد. آدم علیه السلام جواب سلام را گردانید و گفت خوش آمدی ای پسری صالح و نبی صالح. او محمد صلی الله علیه و سلم است. سپس به آسمان دوم برآمدند. دری آن برای آنها گشاده شد. هرگاه می برآمدند گروهی فرشتگان به او سلام می دادند. پیامبر صلی الله علیه و سلم از این شاد می شد. در آسمان دوم پسران خاله‌اش عیسی پسری مریم و یحیی پسری زکریا را دید. آنها به او سلام دادند، گفتند خوش آمدی ای برادری صالح و پیامبری صالح. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم به آسمان سوم برآمد. در آن یک مرد زیبایی را دید که به او نصف زیبایی را داده بودند. از جبرئیل پرسید او کیست؟ گفت این یوسف ابن یعقوب است. او کریم پسری کریم است. با او سلام داد. یوسف علیه السلام گفت خوش آمدی ای برادری صالح و پیامبری صالح. سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم به آسمان چهارم برآمد. در آنجا ادریس علیه السلام را دید. پیامبر صلی الله علیه وسلم به او سلام داد. سپس به آسمان پنجم برآمد. در آن مردی را دید که ریشی سفید داشت. پیامبر از جبرئیل علیه السلام پرسید او کیست؟ گفت او کسی است که قومش او را دوست می داشتند. او هارون پسری عمران است. پیامبر صلی الله علیه وسلم به او سلام داد و او جواب داده گفت خوش آمدی ای برادری صالح و پیامبری صالح. سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم به آسمان ششم برآمد. در آنجا موسی علیه السلام را دید. به او سلام داد. جواب سلام را گردانیده گفت خوش آمدی ای برادری صالح و پیامبری صالح. سپس به آسمان هفتم رسید. در آسمان هفتم کی بود؟ آنجا مردی را دید که در دیواری خانه تکیه کرده است. این چه خانه ای بود؟ بیت المعمور بود. هر روز 70,000 ملائک به آن می در آمدند و بر نمی گشتند. آن مرد که تکیه کرده بود کی بود؟ گفت او پدرت است، ابراهیم خلیل. پیامبر صلی الله علیه وسلم به او سلام داد. او جواب داده گفت خوش آمدی ای فرزندی صالح و پیامبری صالح. اینجا ایستگاهی پیامبران بود. از آسمان هفتم هیچ یکی از پیامبران بالا نرفتند. اما پیامبر ما از این آسمان نیز بالا رفت و به جایی رسید که آنجا نهایت آفرینش بود. آنجا را سدرة المنتهی می نامیدند. چی مکانی زیبایی بود. حتی جبرئیل علیه السلام وقتا که به آنجا رسید دیگر برآمدن نتوانست. اما پیامبر ما برآمد. گفت من جبرئیل را دیدم که از آن مقام پروردگارش می ترسید. می گوید مثل یک لباسی که به زمین می افتد چنین حالت داشت. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى
به این مرتبه نه پیامبری رسیده بود و نه فرشته‌ای. پیامبر صلی الله علیه وسلم برآمد، یک نوری را دید. این چی نوری بود؟ گفت نوری بود که من هیچگاه ندیده بودم. با خدایش بی ترجمان و بی واسطه سخن گفت. لیکن حجاب پروردگار ما همان نور است. میگوید اگر آن حجابش را بردارد هر چیزی که در این دنیا است میسوزد. این چی دیداری بود؟ دیداری خداوند با پیامبرش، با برگزیده و دوستش محمد صلی الله علیه و سلم. در آنجا پیامبر صلی الله علیه و سلم با پروردگار خود سخن گفت. او را ندید، گفت تنها نور را می دیدم. این چی دیداری خوبه و چی گفتگوی بزرگی بود. در آنجا خداوند با پیامبر صلی الله علیه و سلم و امت او بزرگترین عبادت را فرض گردانید. آن عبادت نماز است. خداوند این شعار را از بالای 7 آسمان فرض گردانید. در یک شبانه روز 50 نماز فرض شد. از نماز بامداد تا بامداد دیگر بر این امت واجب بود تا 50 نماز بگزارد. هر نماز از یک رکعت زیاد بود. پیامبر صلی الله علیه وسلم این را قبول کرد و در راه برگشت به موسی علیه السلام روبرو شد. موسی علیه السلام پرسید که خداوند چی را برای امتت فرض گردانید؟ گفت نماز را. چند نماز را فرض گردانید به تو؟ گفت 50 نماز. گفت امتی تو طاقت این قدر نماز را ندارد. موسی علیه السلام برای امتی خود و امتی پیامبر صلی الله علیه وسلم مهربان بود. گفت امتی تو این قدر نماز را طاقت ندارد. به نزد خداوند بازگرد و بخواه تا آن را کم کند. پیامبر صلی الله علیه وسلم به نزد خداوند بازگشت و شفاعت خواست برای امتش تا خداوند برای آنها عددی نماز را کم کند. خداوند عددی نمازها را از 50 نماز به 40 نماز فراورد. 10 نماز را کم کرد. وقتا بازگشت موسی علیه السلام گفت خداوند چی قدرش را کم کرد؟ گفت تا 40 نماز. گفت بازگرد زیرا امتت طاقت این را هم ندارد. و موسی علیه السلام راست گفت. پیامبر صلی الله علیه وسلم بازگشت و خواست باز کم کند. خداوند از 40 به 30 فراورد. و هرگاه پیامبر صلی الله علیه وسلم برای کم کردن باز میگشت خداوند 10 نماز را کم میکرد تا اینکه به 10 نماز رسید. سپس خداوند آن را 5 نماز کرد. به نزد موسی علیه السلام بازگشت. او پرسید چند نماز شد؟ گفت 5 نماز. گفت به نزد پروردگارت بازگرد و از خدا بخواه تا از این هم کم کند زیرا امتی تو طاقت این را هم ندارد. گفت از خدایم شرم می‌دارم. از خدایم شرم می‌دارم. از 50 به 5 آورد. من دیگر شرم می‌دارم. سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت هر کی این 5 نماز را با باوری و اخلاصی تام بخواند گویا که آن 50 نماز را خوانده است. هر کی این 5 نماز را بخواند گویا 50 نماز خوانده است. نزد خداوند هیچ سخنی تغییر نمی‌یابد. ما 5 نماز می‌خوانیم لیکن 50 نماز بر ما می‌نویسند و سپس برای هر یک حسنه 10 ثواب دیگر را می‌نویسند. این فریضه‌ای بود که خداوند خواست برای این امت در شب معراج پیامبر صلی الله علیه وسلم فرض گرداند. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بعد از این پیامبر صلی الله علیه وسلم در راه دعوت به سوی خداوند کوشش میکرد. شعارش این بود بر آنچه امر شده ای آن را آشکار کن. و برنامه‌اش این بود بگو این راه من است. من و پیروان من با حجت آشکار به سوی پروردگار میخوانیم و خدا پاک است و من از شرک آورندگان نیستم. پیامبر صلی الله علیه وسلم موسم حج و دیگر وقتها را غنیمت دانسته دعوت میکرد. قبیله هایی که به زیارت کعبه می آمدند برای حج کردن این خانه می آمدند پیامبر صلی الله علیه وسلم پدر و مادرم فدایش این فرصت را غنیمت دانسته آنها را دعوت می کرد. از سوی مینا می رفت به هر قبیله با طور علاهیده می رفت و می گفت ای بنی فلانی ای بنی فلانی خداوند مرا به سوی شما فرستاده است تا
تا تنها او را عبادت کنید و به او شریک قرار ندهید. هر آنچه را که می پرستید، بتها، صنمها، همه آنها را ترک کنید و به من ایمان بیاورید و من را باور کنید و مرا کمک کنید تا دین خدا را به دیگران رسانم. به نزد هر جماعت و قبیله ها می آمد، به نزد خیمه های آنها، به نزد قرارگاه آنها می آمد. همراهش ابوبکر صدیق بود. چنانه که روایت کننده این سخنها می گوید، مردی از پسش می رفت. وقتا که پیامبر صلی الله علیه وسلم سخنش را به قبیله تمام می کرد، آن مرد می خیست و می گفت: ای مردم، این پسری برادرم است. این پسری برادرم است. او شما را به آن دعوت می کند که لات و عزا را ترک کنید و آن سوگند خورده هایتان را از جینها ترک کنید و چیزی را آورده است که شما نمی شناسید. او را گوش مکنید و او را پیروی مکنید. مدام پیامبر صلی الله علیه وسلم دعوت میکرد و کسانی که با او دشمنی میکردند و راه دعوتش را میبستند پروایی نداشت. این راه دعوت و فرمان خداوند است، باید آن را انجام میداد. پیامبر صلی الله علیه وسلم مردم را در خیمه هایشان، در جمع آمدهایشان به سوی خدا دعوت میکرد. پیشی راه دعوتش را میگرفتند، لیکن اینجا خداوند خواست تا راه دعوت را تغییر بدهد. پیامبر صلی الله علیه وسلم چند نفری را یافت. گفت: شما کی هستید؟ گفتند: ما اهل خزرجیم. گفت: مولاهای یهودیان؟ گفتند: آره. گفت: آیا میخواهید تا بشینم و با شما صحبت کنم؟ گفتند: مرحمت. با او معامله خوب کردند. پیامبر صلی الله علیه وسلم نشست و دین خدایش را به آنها رسانید و به آنها اسلام را پیشنهاد کرد، مثل که آنها خیری در این دین دیدند. اینجا خداوند خواست تا قوم به این دین درآید. آنها مشرک بودند، بتها را عبادت میکردند، اما از اهل کتاب شنیده بودند. آنها به همدیگر گفتند: آیا یهودیان ما را خبر ندادند که این زمانی است که نبی فرستاده می شود و یهودیان آن را به شما وعده دادند؟ پس نباید آنها به شما پیروز شوند و به این چیز پیش دستی کنند. آنها با پیامبر صلی الله علیه وسلم ایمان آوردند، او را تصدیق کردند و اسلام را از او آموختند. سپس گفتند: ای رسول خدا، میان هیچ عرب کشتار نیست چگونه ای که در میان ما است. بین قبیله اوس و خزرج کشمکشی ها و کشتار سختی صورت می گرفت. ما امید داریم که با سبب تو خداوند ما را سرجم می کند. سپس وقتا که با آنها اسلام را آموزان، آنها با مدینه که آن وقتها یثرب نام داشت برگشتند. در آنجا هیچ خانه‌ای نبود که درباره پیامبر صلی الله علیه وسلم سخن نرود. در مدینه وقتا که موسم حج دیگر آمد، 12 تن از مردان انصار برای بیعت با پیامبر صلی الله علیه وسلم به مکانی که عقبه نام داشت آمدند. در همان موسم تا با پیامبر صلی الله علیه وسلم بیعت کنند. این بیعت را بیعت النساء نام گذاشتند. چرا؟ زیرا که در آن جنگی صورت نگرفت. با پیامبر صلی الله علیه وسلم بیعت کردند این که به خدا چیزی را شریک نمی کنند، دزدی نمی کنند، زنا نمی کنند، فرزند خود را نمی کشند، او را اطاعت می کنند و نافرمانی نمی کنند. وقتا که بیعت کردند و اسلام را آموختند، اینجا پیامبر صلی الله علیه وسلم همراهشان اولین سفیر در اسلام را فرستاد. او مصعب ابن عمیر بود، همان جوانی که در مکه در یک ناز و نعمت بود. وقتا که اسلام آورد، تمام لذت‌های دنیا را ترک کرد و مدینه هجرت کرد تا به آنها دین خدا را بیاموزد. در مدینه در خانه اسعد ابن زراره بود، یکی از پیشوایان انصاری ها. در آنجا دعوت به سوی خدا را پیش می برد. مصعب در هر خانه قرآن را تلاوت می کرد و با آنها اسلام را می آموزاند و شب و روز دین خدا را به دیگران می رسانید. آشکار و پنهان در هر مکان دعوت می کرد. چه خوب سفیری بود، بهترین دعوتگر به سوی خداوند بود. در یکی از روزها مصعب با همراهی ابن زراره در نزد دیوار مشغول دعوت بودند. اینجا 2 مرد از پیشوایان انصار، سعد ابن معاذ و اسید ابن حضیر، آن وقت اسلام نآورده بودند. از این کاری آنها دلتنگ شدند. سعد ابن معاذ و اسید ابن حضیر گفت: نمی شود که تو با آنها سخن گویی. اسید خیست و به نزد آنها رفت. گفت: این چه کاری است که شما در میان قوم ما میکنید؟ این بیعقلان قوم ما را گمراه کرده اید. با آنها درشت حرف میزد. اسعد ابن زراره گفت:
آیا نمی شود که با سخن ما گوش اندازی؟ اگر آن را تصدیق کنی به تو ضرری نمی رسد و اگر نخواستی ما دیگر دعوت نمی کنیم. گفت من راضی، این سخن شما حق است. سپس نشست تا مصعب ابن عمیر را گوش کند. مصعب قرآن را برایش تلاوت کرد. وقتا که قرائت می کرد روی اسید تغییر یافت، چهرهش درخشان شد. قرآن با او تأثیر کرد. تمام ناکرده بود که اسید گفت سخن شما چه خوب سخنی است. هر کی خواهد به دین شما درآید باید چیکار کند؟ گفتند چیزی دشواری نیست. آب بازی می کند، لباسش را پاک می کند و به حق گواهی می دهد، 2 رکعت نماز می خواند. تمام. و از جا خیست و به نزد سعد ابن معاذ رفت. وقتا که سعد او را دید گفت به خدا سوگند که تو با آن چهره ای که رفته بودی نآمده ای. اسید پیش از این که به نزد معاذ برود گفته بود من به نزد معاذ که یکی از سرداران قومش است می روم. اگر او ایمان بیارد از قوم او همه ایمان می آورند. اسید نزد سعد رفت. گفت به نزد آنها برو و بین که چی می گویند. سعد نزد آنها آمد. گفت چی کار می کنید شما؟ ضعیفان قوم ما را گمراه کرده اید. آیا دست از سر ما نمی بردارید؟ سعد ابن زراره گفت بنشین و بشنو. اگر به تو پسند آمد قبول کن و اگر نه پس هرچی می خواهی بکن. گفت من راضی. سعد ابن معاذ نشست. مصعب با او قرآن را تلاوت کرد. اینجا خداوند دل او را کشاد. چهرهش تغییر یافت و کلمه شهادت را گفت و به نزد قومش رفت و گفت ای بنی عبدالاشحل من برای شما کیم؟ گفتند تو سرداری مایی و از همه ما دیده خوب فکر میکنی و از همه ما دیده با عقل تری. گفت این طور باشد سخن مرد و زن شما برای من حرام است تا آن دم که به این دین ندرآیید و به پیامبر خدا ایمان نآورید. و اینجا همه قوم او به خدا و پیامبرش ایمان آوردند. همین طور اسلام در مدینه پهن می شد. از یک نفری از خزرجی ها شروع شد. پیامبر صلی الله علیه وسلم از مردم ناامید نمی شد. قبیله به قبیله دعوت می کرد حتی که خزرجی ها ایمان آوردند. سپس انصاری ها با پیامبر صلی الله علیه وسلم بیعت یکم را کردند و با سبب پیامبر و مصعب ابن عمیر که اولین سفیر در اسلام بود دین در مدینه پهن شد. مسلمانان انصار برای بیعت دوم با پیامبر صلی الله علیه وسلم موعد گذاشته بودند. این بیعت را بیعت عقبه کبری نام گذاشتند. موعدشان موسم حج بود. انصاری ها همراه با مشرکین برای حج کردن به راه مکه برآمدند و میان آنها یکی از سردارانشان برا ابن معرور بود. در راه او به سوی بیت المقدس نماز نمیخواند. راضی نبود که به سوی کعبه پوش کند. رفیقانش او را نصیحت میکردند لیکن او قبول نمیکرد. میگفت چگونه ما پشت به سوی کعبه میکنیم؟ وقتا که به مکه رسیدند 71 مرد و 2 زن همگی 73 نفر بودند. به مکه رسیدند و اهل مکه از نیت آنها آگاه نبودند. برا ابن معمور و کعب ابن مالک به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم رفتند تا درباره خواندن نماز به سوی کعبه بپرسند. پیش از این پیامبر را ندیده بودند. در راه از مردی پرسیدند محمد در کجاست؟ گفت او را میشناسید؟ گفتند نه. گفت عباس را میشناسید؟ گفتند آره. گفت همراه با عباس در نزد کعبه نشسته است. میگوید به نزد کعبه رفتیم و آنجا عباس را که پیش از این میشناختیم دیدیم. او تاجری بود که به مدینه می آمد. در نزد آنها نشستند. پیامبر صلی الله علیه وسلم به عباس گفت آیا اینها را میشناسی؟ گفت این برا ابن معمور پیشوای قومش است و اینش کعب ابن مالک است. گفت همان شاعر؟ عباس گفت آره. کعب ابن مالک میگوید به خدا سوگند در طول حیات من این را فراموش نکردم که پیامبر مرا میشناخته است. میگوید ما از پیامبر صلی الله علیه وسلم درباره خواندن نماز به سوی کعبه پرسیدیم. پیامبر صلی الله علیه وسلم به برا گفت ای برا تو به سوی قبله هستی صبر کن، یعنی به سوی بیت المقدس. پس ما به سوی کاروانیانمان برگشتیم. زمان بیعت میانه های روزهای تشریق بود. مکانش نزد عقبه. وقتا آن روز فرا رسید و 3-1 شب رفت و مردم همه در خواب بودند. مسلمانان بیدار شدند. همان 71 مرد و 2 زن شبانه پنهانی به آن موعدگاه رفتند. به نزد حبیبشان صلی الله علیه و سلم برای بیعتی که مجرای چندین کارها را تغییر داد.
شب همگی برآمدند و کسی از آنها آگاه نشد، نه اهل قریش و نه اهل مکه و نه همراهانشان که از مدینه آمده بودند. از مشرکان به نزد عقبه آمدند و با پیامبر صلی الله علیه و سلم برای بیعت کردن ملاقات کردند. همراه با پیامبر صلی الله علیه و سلم عمکش عباس برآمد. آن وقت ایمان نآورده بود، لیکن میخواست از پسر برادرش محافظت کند. وقتی که به انصاری ها روبرو شدند گفت: ای قوم، شما میدانید که محمد میان ما کیست؟ ما او را از مردم و دشمنانش محافظت کردیم. اگر او را قبول کردید و او را به خود بردید، از مردم محافظتش کنید. اگر غیر این باشد، بگذار میان ما بایستد. وقتی که سخن را تمام کرد گفتند: ای عباس، آیا تمام کردی سخنت را؟ گفت: آره. گفتند: ای رسول خدا، هر چی میخواهی بگو. پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنها گفت: من به شما بر آن بیعت میکنم که چگونه ای که زن و فرزندانتان را محافظت میکنید، مرا محافظت کنید. انصاری ها گفتند: ما تو را چگونه ای که از جانمان محافظت میکنیم، همان طور محافظت خواهیم کرد. ما اهل جنگیم و در جنگ تجربه داریم. مردی از انصاری ها با نام ابوالهیثم گفت: ای رسول خدا، بین ما و دیگر مردم یعنی یهودیان عهدها است. اگر ما آن عهدها را بشکنیم و خداوند تو را کمک کند و بر تمام مردمان و عربها پیروز شوی، آن وقت به سوی قومت بازگردی و ما را به آنها بگذاری؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: عهد است. با آن کسی که می جنگید می جنگم و هر کی را که امان دادید امان می دهم. انصاری ها شاد شدند و پیامبر صلی الله علیه و سلم با پیامبر صلی الله علیه و سلم بیعت کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای آنها 12 تا سردار قرار داد، 9 تا از اهل خزرج و 3 تا از اهل اوس، و آنها به شهر خود برگشتند. پیش از اینکه آنها از هم جدا شوند این خبر را کی دانست؟ کی از بیعت آنها آگاه شد؟ یکی از شیطانها بین مردم فریاد زد: ای اهل قریش، ای اهل خیمه ها، آیا می دانید که مزمم یعنی محمد را در نظر داشت؟ آیا می دانید که مزمم با گروه بیعت کرد تا با شما بجنگد؟ مردم همه بیدار شدند. انصاری ها گفتند: این کی است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: این شیطان عقبه است. به خدا سوگند که من جزای تو را می دهم ای دشمن خدا. انصاری ها گفتند: آیا نمی شود که با آنها هجوم کنیم؟ گفت: نه، من به این چیز امر نشده ام. آنها به خیمه های خود بازگشتند. وقتی صبح شد خبر در میان آنها پهن شد. اینجا اهل قریش به نزد سرداران اوس و خزرج که مشرک بودند رفتند و گفتند: آیا این خبر راست است؟ شما با محمد بیعت کردید تا با ما بجنگید؟ عبدالله که سرداری آنها بود گفت: نه، این کار نشده است. قوم من به اذن من این کار را نمی کنند. قریشی ها برگشتند و گمان کردند که او راست میگوید و مشرکان خزرج از این چیز آگاه نبودند. و انصاری ها به شهر خود بازگشتند و 12 تا سردار بالای سرشان بود تا دین خدا را تبلیغ کنند و یک دولت اسلامی بسازند. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام.